اینا مواد اولیه تولید پلاستیک و تزریق پلاستیک، دستگاه خنک کننده پلاستیک، تزریق پلاستیک. رسیدیم به قلب مجموعه، یکی از مهمترین بخش‌های مجموعه قسمت تولید. سلام خسته نباشید. هر چند ثانیه یه دونه میزنه. صفحه نمایش داره. هر 31 دقیقه، هر 30 ثانیه. این اعداد چیه؟ اینا چیزشه، اصلش اینه. دوباره اوکی میزنیم. این دارش خرابه. آره. کاسه قده متوسط، درسته؟ آقا خسته نباشید. دو هزار و سه سطل شفاف 2003 هر 40 ثانیه یه دونه تولید میشه. دیگره خسته نباشید. 3-4 ثانیه یا 34 ثانیه؟ 45 ثانیه. قربانت، شما چطوری؟ بیشتر پای دستگاهی؟ نه. پس شد سرویس کوبات مارال پنجرگی. بعد اتومات خودش در رو وا میکنه یا وا میکنی؟ دستی. بعد اونا خنک کننده های اینا بالا کار میکنه. چی رو خنک میکنن؟